سلام بچه‌ها، یادتونه گفتم تلمدیسین آینده کادر درمانه. بیاین 6 تا نکته طلایی بهتون بگم که چطوری تو این کار موفق بشین. آخرای اینترنی من معادل پاندمی کرونا بود که این کارو من شروع کردم، از صوتی، تصویری، متنی و بعداً ادامه دادم. الان به صورت به دو زبان انگلیسی و فارسی دارم تو کشورهای مختلف این مشاوره رو انجام میدم. البته به صورت فریلنسری. شما برای کار تشخیص و درمان تو هر کشوری مدرک طبابت یا همون مدرک مربوط به رشتهتون رو نیاز دارین، وگرنه نمیذارن، که من ندارم. من فقط مال ایرانو دارم. شماره یک، باید بتونید اعتماد بیمار رو جلب کنید. اینجا مهارت های تخصصیتون و شهرتتون اصلا به درد نمیخوره. باید بتونید گوش دادن فعالانه داشته باشین. هر چقدر بیمار متوجه شه که شما حرف اون رو فهمیدین و درک میکنین، بیشتر به شما اعتماد میکنه. دوم، یک محیط حرفه‌ای درست کنید. صدا و تصویر باید یه طوری باشه که انتقال دهنده حریم خصوصی و انتقال دهنده اهمیت بیمار باشه. وقتی اون فکر کنه که شما در حال خوردن آشامیدن تو مترو حریم خصوصی رو رعایت نمی‌کنین، قطعاً نمره پایینی به شما میده، قطعاً درمان شما رعایت نمی‌کنه و اعتمادی به تشخیص شما نداره. شماره دو، حتما محیط زندگی بیمار رو در نظر بگیرید. شهر با روستا، کشور با کشور کاملا فرق میکنه. توی ایران بدون نسخه قوی ترین آنتی بیوتیک های بیمارستانی هم میتونی پیدا کنی، ولی با نسخه یک داروی ساده ضد بارداری رو نمیتونی گیر بیاری. این تو خیلی کشورها کاملا برعکسه. حتما اینو در نظر بگیرین، وگرنه نسخه شما بیکار برده. شماره سه، اگه یک دونه فقط محدودیت من بخوام برای شما بذارم، همین نکته است. به هیچ عنوان داروهای اعتیادآور و پرعارضه رو تو تلمدیسین تجویز نکنین، مگر دیگه چقدر از شرایط بیمارتون آگاه باشین یا به هر دلیلی ویزیت چندم میشه و حضوری هم دیدینش، میدونین چه بیماریه. در غیر این صورت ممنوع. شماره 4، فریلنسری تو پزشکی شدیداً پرخطره، پس مثل من نباشین. اختلاف ارز داخلی و خارجی، نبودن بستر داخلی باعث شد من به این سم برم که اشتباهه. شما تا زمانی که کارایی که میکنین و مستند سازی نکردین، نمیتونین از خودتون دفاع کنین. خیلی مهمه که اپلیکیشن رسمی باشه که این حرفا رو بتونین داخلش ثبت کنین که اگر اتفاقی افتاد بدونین چی گفتین و چرا گفتین. پس این نکته یادتون بمونه، اپلیکیشن های رسمی، نه فریلنسری. شماره 5، تلمدیسین کلاس درس نیست و بیمارم شاگرد شما نیست. اونا نوت برداری نمیکنن. حتما ساده توضیح بدین، آخرش هم جنبندی کنین. تا حالا من نشده بعد از جنبندی بیمار متوجه نکته جدید نشه که فراموش کرده یا اشتباه برداشت کرده بود. پس حتما انجام بدین. موفق باشین و خدا نگهدار.